محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما نورسان و جوانان چنین آزمون‌های سطح بلند جمهوری کشور را راه اندازی می‌نمایند و مینتداری خویش را و استادان و پدر و مادر میرسانم که در این جاده بیشتر به من یاری رسانید. نورسان و جوانان همسن و سال خودم این را پیشکش میکنم که رو به کتاب آورم و همیشه کتاب دوست و کتابخوان باشم. من رحمان وزیریم، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 ناحیه بخش میباشم. من اشتراکچی آزمون جمهوری گروه صبح دانایی کتاب است. از روی نمینت ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی اشتراک ورزیدم و سزاوار جای افتخاری گردیدم. در سالهای بعد کوشش می‌نمایم که سزاوار جای نمایان گردم. من مینتداری خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوایی می‌کنم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که برای ما نورسان و تمام قشر جامعه چنین شرایط‌ها را فراهم آورده است. کتاب تربیتگر است. به کتاب بنیاد جامعه سالم امکان ندارد. کتاب مشکل کشای همه مشکلات هستی بوده کس را به قله مراد میرساند. کتاب غذای معنوی و آرامی بخش روح و روان انسان است. Quedan stipendio prezidentiye nişanlı. خواننده های مکتب رقم 58 که سزاوار جای دیم شید. یک تا مؤسسه رقم 3، مؤسسه رقم 6، مؤسسه مکتب اینترنت کودکان یتیم به پرستار. یک بارگر رحمت کلان اینام شعبه معرف، اینام حکومت، اینام حزب خلق دموکراتیک